خاطر پول منو از پایتخت اخراج کردن و از محسن تنابنده خیلی دلگیرم. این حرفای جنجالی ابوالفضل رجبی بازیگر نقش بهروز توی سریال پایتخته. ابوالفضل که با تست و تایید محسن تنابنده اولین بار توی 13 سالگی جلوی دوربین رفت، محبوبیت زیادی به دست آورد، اما این سری خبری ازش نیست و بازیگر دیگه‌ای جایگزینش شده. این پسر مازندرانی میگه به خاطر پول عوامل پایتخت اونو با بی‌احترامی و بدون توضیح کنار گذاشتن. الانم حرف و حدیثای مبنی بر خرید نقش توسط بازیگر جایگزین توی رسانه‌ها مطرح شده. توی سری جدید پایتخت خبری از سارا و نیکا هم نیست و به جای این دو قلوهای جنجالی سنا و سونیا حسینی بازی میکنن، دو خواهر دهه 80 که قطعاً حرفه‌ای‌تر از سارا و نیکا هستن. بعضی از رسانه‌ها علت اصلی عدم حضور سارا و نیکا رو پخش عکسایی از این دو خواهر توی استخری در سوئد میدونن، اما بعضی‌ها میگن اونا خودشون به خاطر انتقادهای مردم نخواستن ادامه بدن. حالا شما لایکو بزنید و بگین واسه این نقشا قدیمی‌ها بهتر بودن یا جدیدا.